رولینگ اسکین رولینگ هم بهش میگن، لوله کردن پوست. اسکین رولینگ، پوست رو میگیریم این حالت، رول میبریم جلو به این حالت. لوله کردن پوست. این روغن باشه زیاد نمیتونیم انجام بدیم. بهترین حالتش اینه که بدن شخص خشک باشه، روغنی نباشه تا بتونیم پوست رو جدا کنیم. البته در بعضی افراد هم این تکنیک کاربرد نداره. یه پوستی داره اندازه 10-20 سانت. نمیشه که گرفت. نمیشه. اتفاقا بعضی از بدنسازا میشه گرفت، چون چربی زیر پوستش پایینه، توش راحت میاد دست. ولی کسایی که چربی هم زیاد دارن، اینو میخوای بگیری، خب این پوست جمع میشه، اصلا نمیشه انجام بده.